تشکر زیاد. خب شما آماده هستید که ما قسم دوم رو آغاز کنیم؟ بله. شرط هست، اینجا 4 شرط هست. 3 شرط رو شما اجرا میکنید و گفتم ممکن است که یک شرط رو ما همراه اجرا میکنیم با همراهی شما. شما یک میگیرید با من میدهید و من برای شما میگم که چی شرط رو ما باید اجرا کنیم. اگر آماده باشید رفتیم. خب این دوربین از آن شما است. با کامera نگاه کرده تصور کنید که نزدیک شما یک دختری زیبا ایستاده است و با او ایساری محبت کنید. در راهی 5-6 سال 7-8 سال قبل رو باید که به نظر بیارید، خاطره ها رو ورق زنید. گندگی کارمی که ما همین کارو نکردیم. نکردگی. میدونید سلیم جان که برای چی؟ ممکن شاید شما کمتر شبه پیدا کنید. ما در اویل 3 فرزند هستیم. یک برادر دارم، یک خواهر دارم. ما رو پدر و مادرم یگان وقت بیکار نمیگذاشتن. ما همه وقت با یعنی که کار مشغول بودیم. اگر بیکار مونی یعنی که برای گنده میروی گفتم ما بیکار با هر کار ما رو مشغول. مثلا من تا ابید مکتب میرفتم، از بعد زبید میامدم، بعد از ابید به مکتبی سند میرفتم. پس از مکتبی سند اومدم به خانه با یگان دیگر کار مشغول میشدم. گنده کاری که من این کارو حال نکردم، نمیدونم چه میشه. برای هم به همسرتان نخواهند نگفتید که من تو رو دوست میدارم؟ بله نه که به همسرم میگویم. البته میگویم. یعنی که مهرها در قلب باید باشن، در سخن نه. چگونه؟ هر دو. در قلب باشد هم نه، در زبان باشد هم نه. لیکن یعنی قلب زیادتر باشد. البته من میگم محبت ها باید در قلب باشن، زبانی محبت ها باید از اینجا باشن. میگم نه. لیکن به زبان هم گفتن نکنه. به زبان ها 10-15%، لیکن ماندگیش در قلب بگذار. ببینید مکتب صنعت میرفتید قبول به هر صورت اونجا هم دخترها بودن که نه؟ نه البته بودن، ما در اونجا کودک بودیم، ولی حالا این چیزها رو 9 ساله 10 ساله کودک چخیل مثلا میگم در مکتب خود در صنف بالایش داره گذریش. خیلی شاید بود، لیکن من نسبت یگان دختر ایثاری محبت نکردم. شاید بود که مثلا خیلی همون یک چیز رو میبینیم، مثلا گیریم اگر خیلی که لباس به شما بسیار معقول میشود، مثلا خیلی همین دخترک به من بسیار معقول میگفتم، لیکن ایثاری محبت یگان مراتب کرده دیگه نمیدونم. حالا تجربه اول بار اول که میکنیم میکنی؟ نه بید نکنی؟ نه چون شرم میدارید؟ چخیل گویم اکنون غیر عادتی هست برای شما؟ بله غیر عادتی. البته آخه به همه هر روز مثلا ایثاری محبت نمیکنن. همون ایثاری محبت به پدر و مادر به همسر کنم بهتر. من خیلی فکر میکنم. باشه. خب باشه. دیگر شرط هم میگذاریم؟ بله. از دیگر شرط هم به شما معقول نشود چی؟ اگه اینجا شما شرطای سخت مثلا شرطی ایثاری محبت کردن من فکر نمیکنم که مثلا این شرط اونقدر شرطی وزنی باشد. اگه از خود انظر شما شاید وزنی باشد، ولی خب به هر صورت ببینیم این 3 شرط دیگر رو یک دو باید کی میشه؟ معلش باشد مرا باید کی باید بیا که دل و جان من فدای تو باد، سری که بر تن من هست خاک پای تو باد، دلم به مهر تو 100 پاره باد و هر پاره 1000 ذره و هر ذره در هوای تو باد. آفرین. در همین 4 مصرع هم هست ایثاری محبت بیافتید سوال که من تو رو فدایت میکنم. بهترین است. قبول، تشکر. بهترین بود است کوخی. خب تشکر زیاد. خب تشکر مرحمت به شرط نوبتی میگذاریم. خب بعد نادره بگی مصاحب‌زاده زنگ میزنید و تکلیف میکنید که باز یک دویت همراه کنید. شما یک دویت دارید با اون نفر، درست؟ بله. در کنسرت شما با همراهی اون نفر یک دویت خانه بودید. حالا اگر شماره تلفنشون باشد با اون نفر زنگ میزنید، با پلنگاری میمونید و میگید که بیا باز یک سر دویت در نقشه هست. کنی اون نفر چی میگن؟ ما ریاکسی اون نفر رو، جوابی اون نفر رو میفهمیم. یک چیز سلیم جونکو، همون اولین دویتی که مثلا با نادره بگی من خواننده هستم، ما البته به خود نادره بگیم پیشنهاد کردگی نبودم.
با همسری اون کس، یعنی که به الداربک فیضیف اکای ما هستند اون کس، به همون کس من گفتم که الدارکا من میخوام با نادره بچم یک دویت آماده کنم. برای همین شما چی میگویید؟ اکنون اون کس اویلی نادره بگیم هستند. اول رضاگی اون کس رو گرفتم و بعد یعنی که همراه خونده بودیم. اکنون و اولین و آخرینش بود؟ نه اولین و آخرینش نه، البته حالا ما در نقشه داریم در ماه سپتامبر یک برنامه کنسرتی نوی خودم آمادگی دیده ایستادیم. البته یک سرود حتما آماده دیده ایستادیم، البته با نادره بگیم و سرزاده. علاقه آمادگی دیده ایستاده؟ بله علاقه هست، یک آمادگی دیده ایستادیم، یک سرودی جدی. شما دروغ نمیگویید؟ نه یعنی که وجود زنگ زدن نیست، پس شما یک دویتی دیگر میخونید و این گفتم ممکن هست که فکری من نه تنها هم تو فکری خودم بلکه حقیقت است که شما دوید میخونید. بله البته آمادگی دیده ایستادیم. تشکر. باشد. خب مرا دو شرط دیگر هست، یکیش رو همراه اجرا میکنیم و باز کدومش رو همراه اجرا میکنیم؟ یک شرط هست که ما اینجا بیهوده گوشمانک رو روی میز نمانده بودیم. با یک شرط چی هست؟ باید من میگویم به همین برای خواهم دو شرط چگونه بودنش رو. یک شرط هست که این شرط بازی کلاسیکی است، شما میدونید یک نفر با گوشش گوشمانک رو میموند، از تلفن موسیقی بلند صدا میدهد و کلمه های جمله ها رو میگوید یک نفر دیگر او باید که گوید که چی گفته ایستاده است. شما این رو میدونید، البته از یگان بازی ها دیده باشید. شما با گوشتون میمونید گوشمانک رو، من از تلفن موسیقی میمونم، من به شما جمله میگویم، شما جنبش دهانی من رو دیده اون جمله رو میگوید و بعداً باز همین رو برعکس تکرار میکنیم. شما جمله میگید، من با گوشم میمونم. خب کسی که بسیار میابد او غالب دونسته میشه. معلش از شما آغاز میکنیم که هست باید از شما از من آغاز کنیم برای اینکه من کمتر اول فهمم خیلی شرط. حالا من برای شما سرود میمونم بلند کرده و من رو شنده ایستاده رو شما نه. حلیم جان سلیمی یا سلیم جان حلیمی؟ حلیم جان سلیمی یا اینکه سلیم جان حلیمی؟ چی گفتم؟ حلیم جان سلیمی یا اینکه سلیم جان حلیمی؟ بله یافتید. چرا اینقدر فربه هستید؟ چرا اینقدر فربه هستید؟ چرا اینقدر فربه هستید؟ چرا اینقدر فربه هستید؟ یافتید؟ گوشمانک رو گیرید. نیافتید. دیگر نیافتید. چرا اینقدر فربه هستید؟ سری بودم من شما نیافتید. خب دیگر رفتید. حلیم جان بچه خوب است. حلیم جان بچه خوب است. حلیم جان بله تکرار کنید. حلیم جان بچه خوب است. شاید چی گفتم؟ شما یافتید. خب یک تا دیگر آخران است مرا. سخت‌تر پوشید گوشمانک رو. کنسرتی نوبتی کی؟ کنسرتی نوبتی کی؟ کنسرتی نوبتی کی؟ کنسرتی نوبتی کی؟ نیافتید. فهمیدم. کنسرتی نوبتی کی؟ بله. یکی اشو نیافتید از 4 جمله. همکنون من بر گوشم میمونم و شما هم 4 جمله میگویید. سلیم جان سیدوف. دیگر. سلیم جان سیدوف. سلیم جان چه خیلی تو؟ یک بار دیگر. سلیم جان سیدوف. نه نشون دهانتون رو کامل شد نباشم من تماما نفهمیده صدا. سلیم جان سیدوف. سلیم جان سیدوف. نفهمید. حلیم جان چی گفت؟ سلیم جان چی گفت؟ چی گفته؟ سلیم جان سیدوف. نخواست اومد راه نمیگه. خب بعد یک بار یک رفتیم 3 جمله دیگر. تنبور. تنبور. یافتم؟ خب ناخون. ناخون؟ آسان است. اما جمعه گوید شما ناخونی باید. خب یک تا دیگر مونده میفکرم. بله. میتونه زیادتر کرده گوید. برنامه نگاهی نو. این ساده است. برنامه نگاهی نو. یک بر یک است. اگر همونش رو میافتم تندور رو میبریدم میگرفتم نشد. خب به هر صورت یکیش رو شما نیافتید و من حالا بیت موسیقی رو میکشم. خب تشکر میکنم از شما. یک بر یک هستم بازیمو
ва як шарти дигар ҳамин гуна буд ки шумо бояд ҳоло ба яке аз ҳофизон нафароне ки ҳофиз аст намедонам ҳар нафаре ки ҷомеъ оро мешиносад бояд занг занед ва гӯяд ки ман ҳоло дар роҳ ҳастам, сӯзишвории мошинам тамом шуд, бензин ё ки газ намедонам, барои ман 10 литр бензин бояд ки биёре ба куҷо, ба ягон намедонам, ягон роҳи қайра хуб мегӯем, ягон ҷое мегӯем ки онҷо нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ набошад албатта, ва барои шумо 5 литр ё ки 10 литр сӯзишворӣ биёред. Шумо пешниҳод кунед, албатта кани мо мефаҳмем ки он нафар чӣ мегӯянд, ба ки занг мезанем намедонам. Агар пешниҳоди он нафарро мешунавем, баъдан дар интиҳо шумо албатта мегӯед ки шумо шӯхӣ карда будед, лозим нест. ба касе ки набошад, ба касе ки набошад, бале. Ҳамон ҷомеъро шиносад. Баъд телефонатонро ба баландгӯяк монда баландгӯяк наздик мекунед. ба ҳамин дӯстам занг мезанам. Ки намошад? Шаҳриёр Саломов, роҳбари бадии ансамбли Шашмақонхони Нури Хуҷанд. Бисёр бо ин шахс ман дӯсти наздик ҳастам. Бисёр сурудҳои маро ин кас эҷод карда доданд. Ба ҳамин шахс занг мезанам, агар розӣ бошед. Бошад, марҳамат бошад. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Ако шумо чӣ хел назми? Алимҷон, читор саломчун назми? Ҳама назми, саломатон назми? Рахмат худош. Ако як масъалаи ҷиддӣ. Хоб. Ҳамин гӯед роҳба мондам, мошинам сӯзишвориш тамом шуд. Бензинаш. Як 5 литрми, 10 литрми ба ногу сӯзишворӣ оварда метавонедми? Ҳа, майлаш куҷо бибарам? Ман ҳамин баянд кӯрги Ором ҳаст ку? тарафи Маччов мебарафтаги роҳ, аз кӯрги Ором тарафи Маччов мебарафтаги роҳ ҳаст ку? Ҳамин ҷанда ако. Ин ҷанда ягонта вай нест, заправка. Ҳа, майлаш ҳозир мебайнам ташкил накунам. Раҳмат ако, раҳмат. Ман аз барномаи Нигоҳи нав занг мезанам, шартами хел буд ако. Ба ягон ёру дӯстатон, рафиқатон занг мезанед. Сӯзишвориро Ҳалимҷон ба шумо медиҳам. Раҳмат ако барои дастгирӣ. Раҳмат ако, раҳмат. Ташаккури зиёд. Ташаккур. Ҳалимҷон ҳам медонад, на? Насимҷон ако ба ки занг задан шумо. Ташаккур мегӯям барои шумо аз удаи бахш баромадан. Ташаккури зиёд. Хуб, сипос мекунем. 4 шарт буд ва аз уҳдаашон баромадем. бахши дигар ном дорад нигоҳи дигар. Саволҳои фалсафӣ аст аз нависандаи франсуз Марсела Пруста. Ман кӯтоҳ савол медиҳам, шумо кӯтоҳ ҷавоб мегӯед. Агар умда бошед рафтем. Сифатҳое ки шумо аз ҳама бештар дар мард қадр мекунед, он кадом сифатҳо аст? ба сухани худаш вафо кардан. Вафодорӣ. Сифатҳое ки шумо аз ҳама бештар дар зан қадр мекунед? Дар зан? Бале. як сухани нағз, як нигоҳи нағз барои мард кифоя аз тарафи зан. Ташаккур. Машғулияти дӯстдоштаи шумо? Хоб кардан? Машғулияти дӯстдоштаи шумо чӣ аст ако? дар баъзе ҳолатҳо китоб хондан, дар баъзе ҳолатҳо хоб кардан. Ман хоб карданро шохӣ карда худам пурсидам албатта. Хуб, воқеан ҳам бисёр хоб мекунед? Дар баъзе ҳолатҳо хоб мекунед? дар баъзе ҳолати ҷисмонии шуморо нигоҳ карда инсон мегӯяд ки шумо дар 3 шабонарӯз як шабонарӯз хоб мекунед. дар баъзан ҳол, дар баъзе мавридҳо мешавад албатта. Бисёртар хоб мерам, лекин дар баъзе бисёри вақт агар бекор монам, китоб варақ мезанам, китоб мехонам. Фаҳмом. Ташаккур. Хуб, кадом хислатҳо бештар хоси шумо аст? Инро намедонам, шояд тамошобинам не аз духтаи назари худатон маслан ҳаст ки инсон мешавад маслан гуфтан мумкин аст ки ман бадфеъл ҳастам, ман хушчақчақ ҳастам, ман нафаре ки зарофатро дӯст медорам, ман нафаре ки ҳазлро дӯст намедорам. Ҳамин гуна маслан нафаре ки ман ҳазлро бисёр дӯст медорам. ҳажвро дӯст медорам? Бале. ҳажвро бисёр дӯст медорам. Нафари зарофатчӣ ҳастед? Бале. Бошад. Хуб, хушбахтӣ аз нигоҳи шумо чӣ аст? хушбахтӣ аз нигоҳи ман албатта падару модар дар назди шумо бошанд, оилаи солим бошанд. аз ин дида хушбахтӣ боло нест. бадбахтӣ аз нигоҳи шумо чӣ аст? баръаксаш. баръаксаш, бале. баръакси ҳамин гуфтаҳоятон? бале, бале. хуб, баръакси савол ҳам, баръакси ҷавоб ҳам. бале. хуб, ташаккур. агар ин касб намебуд, чӣ кора будан мехостед? бовар кунед Салимҷон ако, ҳамин саволро бисёр ба худам медиҳам, лекин ба айни сарам ҳеҷ чиз намезанам. яъне агар санъат намебуд, боз ҳам санъат буд гуфтан мумкин аст? шояд омӯзгор мешудам. омӯзгор. хай ҳозир ҳоло ҳам омӯзгор ҳастам, ҳоло ҳам дар факултаи санъат омӯзгор. шояд омӯзгори ягон дигар фан мешудам.
شاید زبان ادبیات یا مثلا گیریم زبان ادبیات بسیار دوست می‌دارم، شاید آموزگاری زبان ادبیات میشنم. بله. اصلا آموزگاری هم کیفیت خوب هست، کیفیتش دیگر است. بله. تشکر. در کجا زندگی کردن می‌خواستید؟ می‌خواستم. بله. من سوال می‌خواد که در کجا زندگی کنید؟ این سوال رو لیکن نمیدونم. در تاجیکستان شاید مثلا در یگان دولت دنیا می‌خواهید روید زندگی کنید اونجا. نمیدونم، یا شاید روید در شهرستان در هوای گرم زیر ارچه‌ها زندگی کردن می‌خواهید. نمیدونم در کجا زندگی کردن می‌خواهید؟ نه، من در تاجیکستان در منزل خودم. منزل خودم. فهم. تشکر زیاد. نام‌های دوست داشته شما؟ پسرانه، دخترانه؟ فرق نداره. از هر دوش کدام میتونه. نام‌های دوست داشته من؟ بله. حکیم جان، حبیب جان. حالا نام فرزندانتان رو فرستاده شما؟ بله، نام فرزندانم حکیم جان و حبیب جان. از نام دخترها باشد شهنازه، گلنازه، دلنازه، دلفوزه. چرا همشون هم وضع شهنازه، دلنازه، گلنازه، دلفوزه؟ نمیدونم، بسیار همین نام‌ها رو دوست می‌دارم. بله. فهمم. باشه، تشکر زیاد. خب در چی به شما حسی نفرت پیدا میشه؟ یعنی اون چیز رو شما می‌بینید، می‌شنوید، حس می‌کنید یا اینکه فکر می‌کنید نفرت پیدا میشه؟ چی هست اون چیز؟ یعنی که همون چیزی که حسی نفرت شما رو بیدار می‌کنه چی چیز است؟ اون چیزی که شما می‌بینید مثلا باوری حاصل می‌کنید، لیکن همون چیز رو به شما دیگر کس دیگر خیلی که آورده میرسوند. از اون چیز کمتر نفرت هم میبینم، برای که من خودم علاقه دیدم ولی شما واقعیت رو میدونید اما با شما دیگر گونه میفهمم. بله، من واقعیت رو میدونم، گویا که من لیکن من نمیدونم با من اومده دیگر خیلی واقعیت رو میرسونم، از همین طرف به من کمتر نفرت پیدا میشه. تشکر. فهمم. همین جواب رو به یکی از مهمان‌های ما همین گونه جواب هم گفته بودن، به خاطرم اومد. تشکر. خب حکمت‌های پسندیده شما کدام حکمت رو میپسندید؟ حکمت. بله. با داده قناعت کنو، با داد بیزی. با داده قناعت کنو، با داد بیزی. تشکر. بهترین. چی رو بیشتر در دوستانتون قدر میکنید؟ نفهمیدم. چی رو بیشتر در دوستانتون قدر میکنید؟ در دوستانم؟ بله. چی رو بیشتر قدر میکنید در آنها؟ وفاداری باشد. وفاداری، سخنی نقص، نگاهی صمیمی، سخنی صمیمی، همین ها رو قدر میکنم. تشکر. نارسایی اساسی شما از نگاه خودتان؟ به من همه چیز شکر پروردگار میرسد. فهم. نارسایی ندارید به فکرتان؟ وقتی که پدر و مادر دارید، وقتی که عائله سالم دارید، من فکر میکنم که برای شما بسنده است. وقتی که کسب و کار دارید، کاری معین دارید، یک جای کاری معین دارید، به خانه میبیاید، پدر و مادرتان در نزد شما، عائلتان در نزد شما، فرزند شما در نزد شما، من کفایه میکنم این همش به قول گپا، به قول روس‌ها 100%. باشه. تشکر. خب شما خود رو چگونه دیدن میخواهید؟ من خود رو خیلی دیدن میخوام که نام من در تاریخ باقی ماند. فهمم. قابلیتی که شما ندارید و میخواستید اون رو از خود کنید کدام قابلیت است؟ مثلا قابلیت ها خیلی زیاد هستن. قابلیت پریدن هست، قابلیت فال دیدن هست. مثلا اون قابلیت ها خیلی زیاد است در زندگی. شما قابلیت نواختن دارید؟ هست اون قابلیتی که شما اون رو ندارید و به هر صورت میخواستید که همون چیز از شما باشه؟ خیالم همین برای لوچیک. لوچیک سمالیات. بله. نفری که هواپیما میرونه. بله. خیالم همین خیلی باید باشد. قابلیتتان باشد که سمالیات ورتالیات های کرده تایاره و چرخباب های کرده. بله. بهتره. تشکر. خب چگونه مردن یعنی در گذشتن میخواستید در آینده؟ فهمیدم. ما هممون میمیریم آینده. شما چگونه مردن میخواستید آینده؟ چگونه در گذشتن میخواستید از این دنیا؟ ناگهانی. بله. زیبایی از نگاه شما چی است؟ زیبایی از نگاه من سر و لباس، پای افضلانه که تازه باشد، خاک و نخانه فرقی ندارد. تازه باشد، شینم باشد، زیبا باشد، همین برای من. آزادگی زیبایی است. آزادگی. بله. تشکر. بله این آخرانش بود. تشکر زیاد میگم از شما.
یک بخش دیگر خورده کک است، فراغتی است. این بخش بله یا نه نام دارد. شما یا بله میگوید یا نمیگوید. دیگر چیز گفتن با دیگر چیز گفتن حقوق نداره. تنها فقط تیز میگوید که بله یا که نه. من تیز سوال میخونم، شما تیز میگوید که بله یا نه. اگر آن باشد نه. معلش رفتیم. خب بسیار قرض میپرسید. نه. از یگان نفر قرضدار هستید؟ نه. فربه شدنی هستید؟ نه. در خانه کم نان میدهند؟ نه. دختران زیاد زنگ میزنند؟ نه. زیاد ایصال محبت میکند یگان نفر با شما؟ بله. برای ساختن کلیپ ها از بانک قرض میگیرید؟ نه. به یگان معرکه دیر کرده اید؟ نه. فناگرام صنعت است؟ در بعضی موارد ها. در بعض یعنی بله. یعنی بله. که بله. بله. ستاره شدن میخواهید؟ بله. برای دخترها از آسمان ستاره کندگی هستید؟ نه. راست است که زیاد خوراک میخورید؟ بله. خب یگان که شما رو بچه بی‌زب هستی گفتگی است؟ نه. خراب گفتگی است؟ بله. بسیار میگن که خراب هستید. بله. در مکتب با دخترها بسیار جنگ میکردید؟ نه. دخترها با شما جنگ میکردن؟ نه. پس از آیده دورشوی عروس‌پذیر رو بس کردگی هستید؟ بله. 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 خب به نفر تقلید کردگی هستید؟ بله. دیگرها به شما تقلید میکنند؟ شاید. شاید. تشکر زیاد. این بخش تنها فراغتی بود و با شخصیت یکم علاقه‌مندی نداشت و بعضی از سوال‌های ما مجبور میکند که شما به حالت ناگوار گرفتار شوید. خب بله. مثلا پس از آیده دورشوی شما دختربازی رو بس کردگی هستید، اگر نگوید هم بعد هنگوید هم شما اعتراف کردید که شما عروس بازی کردگی هستید. نمیدونم. خب به هر صورت این رو بدیل نمیگیرید، این تنها با فراغت پیوستگی دارد و چون ما وعده داده بودیم اگر خسته نشده باشید که در این شبای شریف رمضان برنامه ما ثبت شده ایستاده، اگر خسته نشده باشید باز یک سرود دیگر زمزمه میکردید و با همین ما برنامه را جمع بس میکنیم. اگر وقت کم باشه کمک خونم یک 4 کوپله 4 مصرع. باشه. بله. 4 مصرع. 4 مصرع. 4 مصرع. چه محبوبی چه جانانی پدر جان، گلی عشقی دلی جانی پدر جان، به چشمی من زی هر چیزی که گویم که خوب استین به هزانی پدر جان، چه محبوبی چه جانانی پدر جان. البته کمتر یک نمونه یک نمونه است. بله. تشکر. سلامت باشید. صدایتان خسته نباشد. خب حبیب جان، من آخر سخن شما رو برای بینندگانتان فهمیدن هستم. این دوربین از آن شما عزیز هستم. به تماشابینان سلامتی، بردوامی، عمر دراز، خوشبختی در عائلهشون تینجی، خانه آبادی آرزومندم. الهی همیشه همه وقت در لبانشان خنده، تبسم و عیدا باشد. خداوند به همه نیت‌های نیکشان برساند. اینچنین ما را هم نیز همیشه سربلند و خانه آباد باشیم و ناگفته نماند که به شما نیز رحمت و مرا به این برنامه نگاهی نو تکلیف کردید و ناگفته نماند که اهل عائله ما مخلص این برنامه هستند و برنامه شما پروازی بلند ایجادی میخواهم و به شما نیز موفقیت ها به کارتان همیشه یار باشد. تشکر دوست عزیزم. جان ما چون گفتیم در ماه مبارک رمضان برنامه رو ثبت کرده شدیم، چون روزها کم باقی مانده، شاید پس از این ماه شریف برنامه ما پخش شود. از این لحاظ
شما یک بار فکر نکنید که شما رمضان گفتید بعد رمضان شد پس از 2 هفته برنامه پخش میشد. از این نکته نظر گفتید صدا. خب به هر صورت من حلیم جان از شما تشکر میکنم. به شما زین شدین ما پر از ایجاد پر از انرژی را در تمنا میکنیم که قلبتون پر از ایجاد باشد، الهامتون همیشه با شما باشد و همیشه ایجاد کرده ایستید. خوبی بلند رو تمام. رحمت و نگفتنمون از سرودهای نو رو انتظار باشند و این سال کنسرت میشه نه؟ خدا خواهد این سال در سال 2021 یک برنامه کنسرت جدید انشاءالله در نظر است و کوشش میکنیم آمادگی دیده شدیم و روزهای نزدیک البته مخلصان رو خبردار میکنیم. بهترین تشکر. با کنسرت بیاید دوستان عزیز و انتظار باشید، حتما ما خبر میدیم. تشکر زیاد. این برنامه نگاهی نبود. حلیم جان سلیمی بودن، من مؤلف برنامه سلیم جان سیدی با شما بودیم تا برنامه دیگر. خداحافظ. خیر.